فقط با چند قلم مواد ساده و در دسترس میشه یه دسر کاملا متفاوت و بامزه درست کرد که اتفاقا خیلی ایده جالبی هم میتونه باشه برای خوشحال کردن بچه‌ها. اول از همه میریم سراغ کیکمون که رسیپی کاملش رو توی کپشن براتون نوشتم و بعد از اون میریزیم توی قالب و میذاریم توی فر، اجازه میدیم تا 10 دقیقه کامل بپزه و بعد از اینکه خنک شد از توی قالب درشو میاریم و بعد میریم سراغ شکلات ها که باید با رنگ پودری رنگشون کنیم تا به اون رنگ دلخواهمون برسیم و بعد میریزیم توی قالب و این کار رو 2 مرحله انجام میدیم تا شکلات ها خوب سفت بشن و بعد کیک ها رو هم میذاریم توی قالب و روشو با شکلات سفید کامل میپوشونیم. حالا میریم سراغ توت فرنگی ها که اونا رو باید حسابی توی شکلات بغلتونیم و اجازه بدیم که خودشون رو بگیرن و اونها رو با یه تیکه از شکلات به هم میچسبونیم. بعد از اینکه خنک بشه خیلی راحت از توی قالب جدا میشن. و در نهایت میرسیم به درست کردن کیک‌های لیوانی که همونجور که توی تصویر میبینید شکلات‌ها رو میریزیم توی لیوان‌های کاغذی و خوب اطرافش رو میپوشونیم و این کار رو هم 2 مرحله انجام میدیم تا خوب سفت و محکم شن و همینطور که میبینید خیلی راحت هم از توی ظرف جدا میشن. حالا میریم سراغ فیلینگ کردنش که اول پودر کیک یا خود کیک، بعد خامه و در نهایت هم پودر کیک و بعد از اینکه تموم شد قارچا رو میذاریم توش و با هر چیزی که دوست داشتید میتونید دیزاینش کنید. این قسمت دیگه کاملا به